روز دوشنبه در کوسوو پرد نظامی بخشیده به ششمین سالگرد استقلال این کشور دایر شد. کوسوو یک جانبه در تاریخ 17 فوریه سال 2008 خود را از سربیا مستقل اعلام کرده است. تا امروز به استثنای سربیا بیش از 100 کشور عالم استقلال کوسوو را اعتراف کردند. در کیف یک گروه خرد اعتراضگران مدتی کوتاه به قرارگاه شهرداری پایتخت اوکراین برگشت. روز یکشنبه بر پایه موافقت با حکومت اعتراضگران بینای شهرداری کیف را آزاد کردند. در مقابل مقامات اعتراضگران بازداشت شده را از زندانهای اوکراینی رها خواهند کرد. گروه خرد که روز دوشنبه به شهرداری برگشت تقاضا داشت که اعتراضگران فوراً رها گردند، ولی بعد مذاکرات بینای شهرداری را ترک کرد. در افغانستان هواداران حزب زیر رهبری والی ولایت کابل اظهار نمودند که در انتخابات پرزیدنتی این کشور از نامزدی اشرف غنی پشتیبانی می‌کنند. غنی سابق کارمند بانک جهانی و سابق وزیر مالیه افغانستان است که در بین آوازدهندگان از دستگیری زیاد بهره‌مند است. برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان 11 نامزد مبارزه می‌برند. پرزیدنت کنونی افغانستان حامد کرزی که 2 دفعه پرزیدنت این کشور انتخاب شده است، حق ندارد در انتخابات 5 اپریل به حیث نامزد سبقت کند. در قزاقستان به نشان دستگیری اعتراضگران دستگیر شده، فعالان حقوق بشر از بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی در المعطا زیارت کردند. روز 15 فوریه بیش از 100 نفر بر ضد بی‌قرب‌شوی تنگه گردهمایی تشکیل کردند. ده‌ها اعتراضگران بعد جریمه رها گشتند، ولی شماری هم در بازداشتگاه میباشند. هفته گذشته تنگه قزاقی در مقابل پل‌های جهانی تخمیناً 20% قربش را از دست داد.